سلام دوستان، امروز به شما فرمولای نو رو میفهمونم. فرمولای پری اوبر با زبان انگلیسی convert، یعنی از یک چینک به دیگر چینک رقم رو میگذارونیم. در اینجا می نویسیم 1 کیلومتر، 5 کیلومتر، مثلا 100 کیلومتر سال، 1 سال، 5 سال، 8 سال، 8 سال. بعد 1 ساعت، 3 ساعت، 14 ساعت. اکنون فرمولامون رو می نویسیم، برابر می گذاریم، پری اوبر، تب رو زیر می کنیم، رقم رو انتخاب می کنیم، نقطه ویرگول می گذاریم. بعد در ناخنک می نویسیم با زبان انگلیسی کمه، ناخنک رو می پوشیم، نقطه ویرگول می گذاریم. بعد از اینجا متر رو انتخاب می کنیم، اوزر، از اینجا متر، باز ناخنک رو می پوشیم و انتر رو زیر می کنیم و فرمولمون رو به پایان واسطه کنترل دف ستایید می کنیم. دویم برابر پری اوبر، تب رو زیر می کنیم، رقم رو انتخاب می کنیم، نقطه ویرگول. حالا باشد ناخنک رو می کشیم، سال می نویسیم با زبان انگلیسی یه ار می نویسیم، یعنی یر، سال می شود. ناخنک رو می پوشیم، نقطه ویرگول می گذاریم، بعد باز ناخنک رو می کشیم، این دفعه دی می نویسیم، باز ناخنک رو می پوشیم و قوس رو نیز می پوشیم، برابر می گذاریم. فرمولا رو به پایان ستایید می کنیم با واسطه کنترل دی. سیوم ساعت رو با دقیقه می گردونیم، می نویسیم پری اوبر، اجرای لازمه رو انتخاب می کنیم، نقطه ویرگول. ساعت با زبان انگلیسی hour می شود، شکل کوتاهش نقطه ویرگول HR، ناخنک رو می پوشیم، نقطه ویرگول می گذاریم و دقیقه مینت می شود MN، شکل کوتاهش MN. ناخنک رو می پوشیم، قوس رو می پوشیم، انتر، کنترل د. در اینجا نمونه نوشته فرمولا رو آوردم با شما. اگر درس به شما پسند آمده باشد توماچه لایک رو زیر کنید، به رفیقانتون فرستید و ابونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.